السلام علیکم بیننده های عزیزی، ما سلامی بهارانه را، سلامی پر از باران را پیشکش شما میکنیم. امروز ما آمدیم به خانواده طاهر بابا برای تبریک کردن یکی از مادران مهربان، یکی از آن آشپزانی که دستشان پر از لذت و پر از طعام های ملی و که در خدمت خلق و وطن هستند. امروز ما خاصیت خاله را از نام تمام فرزندان، از نام دخترشان، از نام دامادهایشان، از نام نبیره ها تبریک میگویم. آن لحظه ها را پیشکش شما میکنیم. امروز هوا سرد است، با ما باشید، با کیفیت اعلی و گرم رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، مادران زیبای ما، در این روزی بهاری، در این کیفیت اعلا، در آمدی نوروز بعد از گذشتن عید مادران، امروز در خانواده طاهر بابا که نامشان را در تاریخ همچون نانوای مهر ساختند، در این خاندان پر از مهر، امروز روزی یکی از آن مادران مهربان، یکی از مادرانی که یک پاوری مشهوری دهه آهری کمان، پنجهشان پر از طعام‌های پر از لذت و پر از مهربانی است. امروز زادروزی خاصیت خاله جان ما، مادر عزیزی من، یک تا نام نزدیک تا خرسک زنه برایشان مبارک باشد. السلام علیکم مادر جان عزیز، زادروزتان مبارک، مولود خجالتان را صمیمانه مبارکباد میگوییم. بگذار همراهی طاهر بابا عمر دراز، خوشی خرسندی، صحت سلامتی، حضور و حلاوت فرزندان را دیده گشتن نصیب گرداند. امروز مولود خجستتان را صمیمانه مبارکباد میگوییم. الها چخلی که یک زنی عاقله، زنی که پنجهشان پر از هنر است، در هر یک معرکه، در هر یک روزهای خرسندی ما همیشه در خدمت هستند. آن طعام‌های با لذتشان زبان لال است که بدی زبان کنیم. بگذار الان خیلی زیبی در سرخان و زیبی این خیلی روزهای خرسندی باشه. خاصیت خاله هیچ وقت پیر نشوید و خسته نباشید. امروز نو چند ساله شدیم؟ از یک 7 ساله. نه حالی 16 یا 26 میکدامش 17 ساله. امروز بعضی زیبا را مبارکباد میگوییم. امروز ما شما را تبریک میگوییم از نام تمام دخترکان نازنین، از نام پیش از همه طاهرمک، از نام نبیره های شیرین، گفتند که مادر ما برای ما یکا و یگانه ما هستند. مادر ما برای ما تاج سری طلایی و دعاگوی ما هستند. ما که در مسافرت میگردیم، ما که در خارجه میگردیم، برای ما دعاگو یکا و یگانه ما آنها مادر عزیزی ما هستند که همراهی پدرم نشسته صبح سحر برای ما دعا میکنند. ما میفخریم که فرزند این خیل عائله و این خیل سلاله هستیم. از بودنشان بسیار هم خرسند هستیم که از هیچ کس کمی نداریم. رحمت برای مادر ما و برای مادرم رسانید که هیچ وقت غمگین نشوند که من پسر ندارم. گفته ما 4 دختر جای در پسر را اشغال کرده در خدمت یعنی مادرم هستیم. برایشان رسانید که مشو غمگین اگر دختر بزاده، که با دختر بود پیوسته شادی، بسا دختر که صاحب تاج گردد و پیشش 100 پسر محتاج کردند. امروز هر یکی آنها صاحب تاج و صاحب فرزند و صاحب عائله و خوشبختی هستند. بگذار که آنها امروز برای شما چقدر تحفه ها، چقدر گلدسته های زیبا را تیار کردند. با یک کلامی مادر، با یک الله های شیرینی مادر، و گفتند که از نام ما رسانه. در اینجا 2 نفرشان حاضر هستند، 2 نفرشان که در مسافرت هستند. چقدر یاد کردیم. اگر امروز امکانش میبود، اگر وقت ما یک نزدیک باشیم که رفتم من مادرم آغوش کنم، بوی جنتیشان را بوی کشم و فقط بویسه کنم در روزی زادروزشان. از دیدارشان یگان چیزی مهم نیست برای من، برای زندگیم، برای مادر عزیزم، برای همین گوهره که چشم ما رسانید که تو هستی در شب تاری دلم مهتاب مادر جان. نباشی دل شود یک خلطه ای زرداب مادر جان. اگرچه زندگی کرده است دل سنگم، ولی به تو دلی سنگم شود از دوری هایت آب مادر جان. سرفرازت کنم در چشم خلق روی دنیای من، زی تو آموخته فرهنگ و هم آداب مادر جان.
دعا کردی سخنور باشم و شعر و غزل گویم شود با هر دعایت شعری من جذاب مادر جان شدی 70 ساله تا با 70 دیگر ای کاش نبینم هیچگاه من تو را ناتاب مادر جان هیچ وقت ناتابیتان را بیماریتان را نبینیم همیشه در سری ما همراهی پدر ما ساق سلامت گردید بگذار 120 سالگیتان بعد مانندی داماد و عروس یک دسترخوان کلان را سازیم و در آن طرفخانه زیبا شمایان زیبی انفک دسترخوان ها شوید ما میفخریم که شما در سری ما حاضر صحت سلامت تاج سری ما شده گشتید امروز زادروزتان مبارک از نام تمام دختران نازنین از نام دامادها نبیره ها و البته از نام طاهرمک شما را تبریک میگوییم البته حاضر در اینجا گلدسته های زیباست از نام نبیره ها یک تا ترسک میزنیم کنیم میسپارن مرحبا مبارک باشد مبارک باشد معلمان جوان ما عاشقانه بوده نیستن وقتای جوانی انا میرزه پدر و مادر عزیز وقتای عاشقانه شون تیار کردگی باشن می کنی میبینیم یک جویه سورپریزه دیدید می؟ در قرزک زنیم بگذارن خیلی 15 و 16 ساله مانند هیچ وقت پیر نشود مبارک باشد البته طاهرمک مرحبا طاهر بابا شما را یک تا تکلیف کنیم میلشمی طاهرمک میخواستیم 2 دقیقه وقتتان نگیریم حاضر گفتن که من یک اشلی زیر که میدارم گفتن خیلی بعد از کامرای کشتم من اشلی میخونیم یک تیونا شما قوتی دیر شده استیم کنی السلام علیکم علیکم السلام تو خیش هم میشی تو گفزنگ جوی من حاضر میخونم نکم شیراتونه میلشمی زیرش خونم می امیر خسرو دهلوی که یک شعر بسیار هم زیبا را فرموده است خاصیت خالم از نام طاهر بابا برای شما میخوانیم ای چهره زیبای تو رشکی بتانی آذری هر چند وصفت میکنم در حسن از آن بالاتری هرگز نآید در نظر نقش زیرویت خوب در شمسی ندانم یا قمر حوری ندانم یا پری آفاق را گردیده ام مهری بتان ورزیده ام بسیار خوبان دیده ام اما تو چیزی دیگری عالم همه یغمای تو خلق همه شیدای تو آن نرگسی شهلای تو آورده رسمی کافری امروز روزی خرسندی بود از طاهر بابا در این خاندانتان سرجم آمدیم بگذارید خاندان ما فقط آوازی سرود برآید و آمده شما فقط تبریک کردن گیریم همراهی انمی خالجانی زیبای ما عمری دراز بینید حضور و حلاوت انمی دختر و فرزند و نبیره های دیده در سر آنها فقط دعاگوی شده گردید امروز روزی خرسندیشان است و تا خوش رو که تبریک کنید مرحبا من نمیتونم جوی من بزن گفتم که هم که من از این شعرش کردی چی بگم السلام علیکم خیشم تورم خوش آمدید با درگاه خوسی اکو خوسی ها جوی دیگه من کیم چون شد هماتون رحمت همین عمری همین خدا یک صد بدارد و عقدیم کیف که گردد برکه با مرکه رحمت بگذار نرفته استید چند سال شد خاصیت خاله توی شد که 42 سال شده 42 سال پیش با فکرم تارتبوری نبود یا بود می؟ بود انیخ می بود می؟ همار واردم اشاره خیلی حاضر پیش مهمان ها یک جایه شروع کده من در اینجا فرزندها از نام نبیره ها شیرینی را تیار کردن حاضر یک جایه میبریم لیکن وقتی من خاصیت خاله یک رو میپرسم فتا هر بار میپرسیدم همین خاصیت خاله وقتی که عروس را میگیرند خانواده با مهر میدهنده طلا یا که یک کلی کلال میدهند همین امکشون دادگی می نمیشمه راستش
تلا دادنیمی ارمی تلاواری هم از زمین ارمی توحید باید خرسک زنیم برایشان سپاره مبارک باشد مبارک باشد مبارک باشد Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. مبارک باشد برحمد یک تا شمهاش خاموش کرده بعد از آن میبریم که بگذار 120 ساله شوید باز الان خیلی سالها را باز الان خطر بهار را بینید برحمد مبارک باشد مبارک باشد Habiba çıkıyor. Habiba çıkıyor. Hoca este. شری شویم شری Asal bakırım. Orta bakırım. Hiçbir şey hazır etsin. مبارک باشد برای شما مبارک باشد سلامت باشد رحمت حاضر خاصیت خالد تا در آمدن شاشی کرده با هیجان همراهی عمک‌ها هم صحبت شدیم سلام کردیم گفتیم که پیش از زنها یک قدم بالاتر میستند مردها میخواستیم اولی شده از مردان سخنهای نیک رو شنویم اگر بی‌ملال باشن اگر عبدالحفیظ عمک رو یک میخواستیم به نظر ما تکلیف کنیم یک نیت‌های نغزشون رو شنویم بعد در اینجا مادران نورانی ما مادران عزیزی ما هستند از سخنهای شیرین آنها میشنویم عبدالحفیظ عمک میخواستیم نزدیکتر بیایند یک تا شرکت تبریک میکردن مرحبا السلام علیکم دوستان عزیزم بیاران عزیز خوشی توارا هماتون به درگاه خواهران خوش آمدید نوریده تاریسر خاصیت تویش دامنش خونی مهم با من حاضر گم اگر شبکت بغار نکیستم میدونیم یک تا خواهرم دار یکمش تو باید صحب سلامتی عمری دراز تویلت خوشت پیر شوی خدا امتالا زرگی عمری ببرکه بینه حضوری منیم نیورای چهوری بینه تیا خونی محمد توی کدو آمده 4 دختر داریم عبدالملک منم 5 دختر داره خبر نشوه ایزی پویتر زید کرده نگاه که منگ تا اولگا اگر 1000 تا پسر با یک دختر ما ارکش نمیکنه نقطهی مدخول کرده پسر باشه یا پدر و مادر حرمت نکنه روزا را حرمت نکنه چی بدر کنه خدا با شکر کنه میخواد دخترات های میخواد نیورات های خدا دعایش با شکر کنه در کنده آدم ها ناخونی فرزند بزاره امروز باید یک تر وزبینتر همشه روزی بودگی آیت شایجه جاشون الجنه شود دادر آیت ما بسیار آدمی نردونن من خود یک آیتیم در میدستان آدم ها رو اولاشون هم ممنون دستگیری کنن من انجا اشتاگیره هم موشنا اومزگی ایدی نبوز که تبدیل میکنم هم اتومت خونه اتومت تینجی همانی و دولت همون تینج باشه این صبح اینم زرف سشته همین خاصیت حرمت که دامده هم اتومت رحمتی کرده بله رحمت سلامت باشن منجانی عزیز مبارک باشد از نام فرزندان میشنویم سخنرانی نکنم مرحمت
السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. خوش آمده به درگاه ما. آنا جان تبریک میکنم سر بدرای اندو میخوام بیم اما وقت سنون به سلامت کرده. حوضی عدیلم گذشت که چون امروز میکروفون ما کار نمیکند و گریه نمیداراند که کاراش کرد بر بید. حاضر بنزدیم السلام علیکم مادران مهربان. السلام علیکم. یک تا شرکت تبریک کردم مونیم کنی مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. هر قدم مونده آمدن به درگاه خواهر ما خوش آمدن. نمیدونن تا که بعد استفاده برده ما خواهر عزیزان مناسب 70 سالگیش تبریک نموده و با سلامتی عمر دراز رزق فراخ چینگی بخواه خوشم پیش افتاد باشم حضور ببرده برای در دلشون چه آرزوی حوث دارن بزرگوشون بسن مهمانکای عزیز شما باید آمده باید مفصله به حال رکت آیلات و چینگی خاطر جنبی سلامتی چینگی آیلات رو میخواد همه وقت مدینه با قیمت سلامتی عمر دراز رزق فراخ شما ده باید نوری دیده تاج سر کنید. رحمت مانند شما پیر شوند. مرحمت از نام خداها. مرحمت خاله جان عزیز. السلام علیکم مهمانای گرامی. خوش آمده به درگاه طاهر قل. الهیم خوش پیر شود طاهر قل کت خاصیت های نبره و ایبره و چبره و کبره و همش بر خدا تقدیر کردگی باشه. خوش آمده باز خوش آمده نوری دیده تاج. السلام علیکم مهمانان عزیز خویشاوندان گرامی. خوش آمدید به این درگاه خدا. نوری دیده تاج سر همه وقت الهیم طاهر پرچاکدی ساق و سلامت گردن. این نوروزای امیسگی کدی تبریک میکنیم. الهیم همه وقت هر روزاتون نوروز شود نوروزاتون هر روز شود همه وقت ساق و سلامت گرده. دلکاتون به چه آرزو نیتا باشه الهیم جامعه عمل میشد. در این دنیا کمی نبینه الهیم همه وقت پیشایشی کار برای کاری بچه کمونتیه ساق و سلامت گرده. هم یکاتون نوروز بیرمی امیسگی کدی تبریک و تهنیت نموده به همه ایشمان این قیمتترین صحت سلامتی عمر دراز همه وقت ساق و سلامت گرده. نوروزاتون مبارک بود. رحمت سلامت باشن. السلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی. اولا به خانه عزیز خاله عزیزم خوش آمدید. نوری دیده تاج سر. خاله جان مهربان عزیزم شما رو با این روزی زادروزتان تبریک میکنم. اولا بار به شما صحت سلامتی عمر دراز چون کتی پوشه پیر شوه 120 ساله شوه بعد پیر شوه. از نام جانای عزیزم زلیخای و زرین که در یورتای مسافری گشتیان همین کار رو تشکیل کردیان. رحمت من هم ایمانه جمع کردم در این اومدگی اومسگی فصل نوروز بهار. فصل بهار این زنها و بسیار هم روزی خوشوقتی نبینیم. زنهایی که در 8 مرد تولد شدگن هم 8 مرد توفه میگن هم روزی زادروزشون بعد از اینا یکی خودی منم همین محبمون خالم کتی. من اینجا حسین جان دادر خالم خاطر رسان کردن. این دنیا دنیای فانی همون مهمون همون در این دنیا در حیات آمد و رفت است. صبر میکرد همه به جایی که خالم هم جنت باشه. خالای منم یک سخندانی دیه بودم. من با این خالم فخر میکنم. خاصیت خالم که گفتی حسین این کس پاوری دیه دستشان گل اوقاتایشان شیرین سبتی گلی خانه شده گرده. خاله جان پاچا من پاچام کردی انجا سخن کرده بودیم 42 سال باز من خالی من کردی در یک جا زندگی کرده گشتیم.
دست بایم توری گفتن اقالی توی در همونجا شدگی بود ما آن یاشم باشیم در خاطر داره 4 دختر شما و 4 فرزند دختر پسر کتی 8 دمادار این خالی من فاخناک آدم الهی 120 بدروی بعد پیر شوه حضور حلوات بچه های ابنی نیورای ابنی اومایسایی نوروز کدی هم یکاتون تبریک میکنم هر روزاتون نوروز بود نوروز فیروز خونهاتون با آزادی و آبادی بیاره الهی دنیامون تیج باشد الهی اومدگیاتون و رحمت شو اومده نوری دیده رحمت حاضر از نامکش هم محضر شیرین میگویم نبیره ها تیاره شیراشان کتی مرحمت گویم مرا چو زاد مادر پیستان به دهان گریفتن آموخت شبها بری گاهوارگی من بیدار نشست و خفتن آموخت یک حرف دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت دستش بگرفت و پا به پا برد تا شیوه ای راه بردن آموخت آنا جان تبریک میکنم 105 بدرای عمراتون آورین دراز شود آنا جانی من بیبی کنی من وانا کلن کده شو برام سب بدروی مبارک باشد مادران عزیز بعد از که بهار آمد بعد از که روزهای خرسندی آمد ما شکرانه میکنیم 8 مارس را نوروز را جشن میگیریم من امروز آغاز شد در دهه ما چندین مراتب سومالک ماندن روزهای خرسندی را نوروزی را آغاز کردند نیز امروز در روزی زادروز خالجان عزیزی ما در روزی زادروز مادر مهربان امروز هم نوروز را هم 8 مارس را هم زادروز را جشن میگیریم یک جای میرقصیم خرسندی میکنیم مرحمت سرودهای شکر برای شما مرحمت
Cihanam, Hakim, girmişim. Assalomu alaykum mehmonoy aziz. Mana imroz ro'zi kelinama tavalludashon bas. Man mehmonamki kelinam chaqadar umrga boshqa Xudo umrashini bilan. To'y kati qo'shaqanimiz kada pir badavlat shavad. Amin. Amin چقدر امور داری باشن امورشون رو بینن و فقط رضای نازشون بشین هم نیبرناک چیبرناک شون فقط خدا کامتن و کاملتن همه فقط در سمونش کشور شود من همه خیلی یار دوستاش اومده من همه خیلی خوش بیشتر همه تبریک کرده برو مدر روان رحمت سلامت باشن. حضور میخواهیم اگر وقتی شما را گفته باشیم اشتهاهای خوش با ما راهی سفید سلامت باشید. عزیزان در این شام بسیار هم نکو در این خاندان پرفیض ما مهمان شدیم. امروز پدر مادری این خانواده را از نام 4 گلدختر نازنین که هر یکی آنها کلیدی در جنت هستند تبریک کردیم. مادر مهربان دلشان را شاد کردیم. پدر خرسند شدند از آن دسترخوان پر از ناز و نعمت. امروز ما مهمان شدیم و صاحبان امروز خاندان تشکر خود را میرسانیم و البته برای آن نفرانی که در مسافرت هستند رساندنی هستیم که در هر کجای دنیا که باشید خود را احتیاط کنید و پیش از همه سلامتی است. با ما باشید با شبکه شهنام. جشنی زاد روز شما در زندگی خوب و خوشترین روز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادن از آن که روز فیروز شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شادند از آن که روز فیروز شما شادند از آن که روز فیروز شما زاد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چه زیباست چه زیباست این روزی نکویتان مبارک مبارک
شادیم از غم همه آزادیم مایان همه دل شادیم از غم همه آزادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرف شادیم تبریک شما گوییم از بزم و طرف شادیم صد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک خوشبختی زمان باشه ما اهلی هنر خواهیم خوشبختی زمان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه در زندگی شیرین زیبا و جوان باشه امروز که روزی جشنی زاد روزی شما در زندگی خوب و خوشترین روزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدن از آن که روزی فیروزی شما دوستان شما جمع شده در پهلویتان شدند از آن که روزی فیروزی شما شدند از آن که روزی فیروزی شما صد روز برایتان مبارک مبارک شادی همه جهان مبارک مبارک عالم همه در نظر چی زیباست چی زیباست این روزی نگویتان مبارک مبارک